باهات شرط می‌بندم تا حالا ندیده بودی کسی روی پژو 2000 کاربرات هدر زومکش ببنده و بخواد تقویتش کنه. از اونجایی که تا الان فقط ظاهر ماشین رو جمع کردم، از امروز می‌خوام برم سراغ فنی و تا صبح لوازم ببندم روش. برای ماشین یه دونه هدرز استیل انداختم که البته هدرز پژو 2000 با پژو XU7 مشترکه. بعد از اینکه هدرز رو نصب کردیم، رفتیم برای رم ایر یا همون فیلتر اسپورت که البته میدونید برای ماشین‌های کاربرات رم ایری وجود نداره که با یه تاکتیک ناشناخته خودمون ساختیمش و رفتیم برای نصبش که اول فیلتر فابریک ماشین رو درآوردیم و رم ایر دستساز خودمون رو به جاش بستیم که از حق نگذریم یه جوری سر جاش فیکس شد که انگار اصلا این رم ایر رو برای ماشین کاربرات ساختن. بعدش هم با یه اسپری موتورشور داخل موتور رو تمیز کردیم و امضای کارم یه دونه نمد کاپوت آبی انداختم و این شد رخ تا اینجای کار داخل کاپوت. صدای منبعم تازه با هدر در اومد و شتاب ماشینم واقعا چند برابر. راستی تمام این خدمات توی مجموعه JDMco انجام شده که توضیحات بیشترش رو داخل کپشن دادم. تو قسمت بعدی ماشین میره روی داینو تا ببینیم این پژو کاربراتور با هدر زومکه چند از شد. برای دیدنش پیجمو فالو کن.